همراه و همگام با دکتر محسن محمدی. با سلام. امروز میخوام راجع به 5 سالگی کودکتون با شما گفتگویی داشته باشم. 5 سالگی سنیه که کودک در اون حالات عاطفی هیجانیش افزایش پیدا میکنه و در این حال مشاهده میکنید که فرزندتون بزرگتر شده و حالتهای کودکی قبلیش کمتر شده و اصطلاحاً از حالت نوپایی و تادلرهودش خارج میشه و دیگه به صورت بچه کوچولو اون رو نمیبینید. این سن زمانیه که معمولاً کودک میتونه سر کلاسش بشینه و در ساعت کلاس هم به طور دقیق و کامل معلم رو دنبال بکنه و اگر نتونه این کار رو انجام بده باید مورد بررسی قرار بگیرید که ببینیم چرا این کار رو نمیتونه انجام بده. در این سنی که کودک یاد میگیره و سعی میکنه عواطف و هیجانات خودش رو به طور نسبی تنظیم و کنترل کنه، اما در این حالی که این توانو به دست میاره خیلی راحت و به آسانی هم به هم میریزه. مثلا فرض بفرمایید از ریختن لیوان شیرش و یا افتادن بستنیش چنان آشفته و به هم ریخته و گریان میشه که شما رو متعجب میکنه که این همون کودکی است که این چنین معقول و آرام ساعتی پیش رفتار میکرد و کنترلی روی هیجان و احساساتش داشت. به هر حال هماهنگی بین عضلات و حرکات کودک نسبت به 4 سالگی تکامل آشکار و بیشتری داره و در نتیجه کارهای ظریف و دقیقی رو مثل بستن بند کفش، گرفتن کارد چنگال، اینها رو بهتر یاد میگیره و دوست داره بند کفشش مثلا خودش ببنده و در این سن که شما میتونید با یاد دادن بعضی از مسائل مثل خطاطی، نقاشی و طراحی و هر کاری که نیاز به دقت بیشتری در حرکات انگشتان و دست‌ها داره بهش کمک بکنید که این توان رو بالاتر ببرید. یعنی این سن خوبیه که براش این نوع آموزش‌ها رو شروع بکنید. معمولا چون یاد میگیره چجوری کنترل بکنه احساسات و عواطفشه، لذا یاد میگیره و سعی میکنه که با این مطلب، با این روش بزرگترها رو خوشحال بکنه، شما رو خوشحال بکنه و در این حال توجه همسالانش رو جلب بکنه و به این ترتیب میتونه روابط اجتماعی بهتری برای خودش فراهم بکنه و با این کنترل روی احساسات و رفتارهاش توجه و پاسخ مثبتی از بزرگسالان دریافت کنه و بین دوستا و همسالان هم دوستان بیشتری و محبوبیت بیشتری پیدا بکنه. البته فراموش نکنید که اون هنوز بچه است و لذا حملات تنترم و یا کج خلقی اون رو گاهی خواهید دید، اما تعجب نکنید و با اونها خیلی پذیرا برخورد بکنید و اون رو با محبت و عشق و پذیرش فرصت بهش بدید تا بتونه به جای اینکه به صورت تنترم و بدخلقی چیز بکنه فرصت بهش بدید و یادش بدید که احساساتش چه مثبت چه منفی به زبانی ساده و صریح و روشن براتون اعلام بکنه و شما اون رو بپذیرید و در واقع در این زمانی که شما میتونید به اون با زبانی خوش رفتاری پذیرنده و مهربانانه رو بهش یاد بدید و در واقع با این برخورد شماست که اون میتونه احساساتی مثل عصبانیت و یا ناکامی و خشمش رو در شرایط و موقعیت‌های اجتماعی تحت کنترل در آورده و اون رو اداره بکنه. معمولا تو این سن بچه شما داره به کودکستان میره و زمانی است که برقراری ارتباط و روابط اجتماعی رو در خارج از خانه با معلم و همشاگردیاش تجربه میکنه و مثل اینکه نوعی استقلال رو از خانه اون داره برای خودش تجربه میکنه. لذا این استقلال و این دوستان جدید و این روابط جدیدش شما باید بپذیرید و به اونم احترام بگذارید. اما نکته‌ای که وجود داره در این سن، چون بچه‌ها در این سن طرف گروه گرایی میرن و با همسالانشون گروه تشکیل میدن، یک خطر وجود داره.
اون این است که معمولا این گروه ها میتونن افرادی رو از خودشون طرد بکنن، ایزوله بکنن و یا حتی بولی بکنن و به همین جهت مسئله بولی کردن و بولی شدن توی این سن میتونه به صورت مسئله جدی خودشو نشون بده و به همین دلیله که شما پدر و مادر عزیز باید مواظب این نکته باشید و از بچه‌تون بخواید که شرح اوقاتی رو که در خارج از منزل بوده، حالا چه کودکستان بوده، چه با دوستاش بوده، چه تو زمین بازی بوده یا هر جای دیگه، از او بخواید که شرح بده و توضیح بده که چه گذشته بر اون و سعی بکنید که نوعی رابطه و فرصت رو فراهم بکنید که اون یاد بگیره همیشه مسائل رو که براش رخ میده بدونه که در آغوشی امن میتونه اونها رو بازگو بکنه و مشکلاتش رو مطرح بکنه. که البته این کار رو همینجور که عرض کردم باید به درستی همراه با آرامش و محبت انجام بدید، نه این که مثل یه بازجو اونو بگیرید و شروع به بازجویی بکنید و سینجیم بکنید که چه بوده و چه نبوده. به هر حال اگر کسی فرزندتون رو بولی کرد و یا اگر فرزندتون کسی رو بولی میکنه، این موضوع به صورت جدی باش برخورد بکنید. البته میگم جدی منظورم نیست با خشونت و پرخاش، بلکه موضوع رو خیلی در واقع با توجهی کامل پیگیری و دنبال بکنید، چرا که این مسئله بولی مسئله مهمی و میتونه باعث صدمه روحی و کاهش حرمت نفس و عزت نفس در کودک بشه و در او اعتماد به نفس منفی ایجاد بکنه. لذا در این موارد دخالت شما تعیین کننده است، چون که فرزند شما در واقع در این سن معنی خوب و بد حالا و درست و غلط رو میفهمه و معنا و مفهوم قوانین و رولها رو هم درک میکنه. پس شما اون رو باید با این مسئله آشنا بکنید که بولی کردن اصلا چیز پذیرفته ای نیست، چه اون کسی رو بولی بکنه و چه کسی دیگری اون رو بخواد بولی بکنه. هر دوی اینها غلط است و شما باید پیگیری کنید. در هر صورت به خاطر اینکه اون درک درست و غلط و قوانین رو به خوبی انجام میده در این سن، سعی در رشد و پیشرفت روابطش با دیگران داره، در یادگیری و مسائل آکادمیک هم در واقع با این درک درست میتونه رشد و ترقی خوبی داشته باشه. معمولا رشد کلامی در این سن خوب هست و به خوبی با بزرگسالان گفتگوهای واضح و مفهوم برقرار میکنه و مفاهیمی رو چون بالا پایین حالا بعدن گذشته آینده رو درک میکنه و چون از لحاظ ذهنی این توانایی رو پیدا میکنه که زمانی رو که هنوز رخ نداده و مسائل رو که رخ نداده توان تجسم و پیشبینیش داره، لذا میتونه در این زمان در کارهایی مثلا فعالیت‌های نمایشی شرکت بکنه و تو نمایش‌های مدرسه و کودکستانش شرکت بکنه. به طور خلاصه 5 سالگی سنیه که شما شاهد رشد ذهنی، بدنی و اجتماعی بچه‌تون میشید و از این مشاهده و از این رشد و تکامل کودکتان میتوانید لذت ببرید و بهش کمک بکنید که در این راستا هرچه بیشتر به تکامل و تعالی بیشتری دست پیدا بکنه. متشکرم از توجهتون. دکتر محسن محمدی 818 451 66 66